خیلی خوشحالم خدمتون هستم. متشکرم لطف کردید. ما 5-6 هفته ایست همینجوری دیگه قسمت بود که این کار رو شروع کنیم. خوشحالیم که چیزهایی که تو 7-8 سال گذشته توی این بیزینس جدید یاد گرفتم که باعث شد حال من خوب باشه. معمولا ایموشنال، روحاً، جسماً، مالاً همینجور حالا من توی این غربت عجیب غریبی که با این مشکلات هستیم سعی کردم نه تنها حال خودم رو خوب نگه دارم، بلکه سعی کنم این حالو در حقیقت منتشرش کنیم به دیگران. چون ما نتیجه 5 نفر اطرافمون هستیم، بهتره که این آدم‌های اطرافمون مثبت باشن، هممون میدونیم این رو. بنابراین اینو از دولت سر جناب هادیان داریم، خیلی همینجا ازشون تشکر می‌کنم. و این نکته که می‌خوام براتون شروع کنم اینه که یه سوال دارم. برای موفق شدن چه چیزی خیلی مهمه؟ یه نفر یا 2 نفر دستشون رو بالا کنن بگن که برای موفق شدن فقط کلمه، خیلی نه، فقط یک کلمه، چی خیلی مؤثره برای موفقیت؟ چون صدها جواب داره. یه نفر فقط. هیچ کس نبود؟ جانم آقای داریوش بگم سریع و خانم فاطمه سریع فقط. داریوشون برای موفقیت به نظرم پشت کار مهمه. عالی، درسته. همه خانم فاطمه؟ یکی خواست خود انسان، یکی اراده. مرسی. و فوق هممون جوابهای مختلف داریم، هممون هم درسته. خانم افسانه میخواین چیزی بگین؟ جانم. نه، در مورد می‌خواستم بگم اقدام یه هدفی رو انتخاب میکنه و اون کانسیستنسی خیلی مهم هست. از دستش ندید. آفرین. خب مرسی. خب همه درست میگین. حالا یه چیز جدید یاد بگیریم. یه چیزی الان من با این شروع میکنم که چجوری اینو تازه میگیرم از من فیسبوک اینا نمیرم ببینم که کی جراحی کرده، کی خوشگل شده، کی رفته مکزیک که مثلا دل من آب شه. من میرم ببینم چی هست که به درد زندگیم بخوره و به خودم اول میزنم واکسنو، بعد که دیدم عجب خوبه میام اینجا با شما شیر میکنم. اوکی گایز، صفحه‌مو شیر میکنم. باز هم با تشکر از همه. ندا جون مرسی که از نورث کارولاینا واسه شدن. خیلی سپاسگزاریم از شما اگر که ندای خودمون هستین که احتمالاً هستین. خب بسیار خوب عزیزان، این قسمت رو ببینید. سلام استاد، عذرخواهی میکنم. سلام به همه. من فقط میوت کردم هم صدامو هم تصویرمو به خاطر که اینجا دیر وقته و گفتم که 11 دیگه شما 11 شب دیگه 10 شب. خیلی متشکرم از لطف و حضور پررنگتون. هرچند که ولی مرسی. What does it take to be successful؟ این یه چیز جدیده، یک جمله جدید. خب اولا که یاد میگیریم که اگر که روی خودت کار کنی، میگی من دارم رو خودم کار میکنم. If you work on your job، اگر رو شغلت کار کنی، رو شغلت سرمایه گذاری کنی، فوکس کنی، you will make a living، یعنی امرار معاش میکنی که خیلی هم خوب نیاز هست دیگه، باید اجاره بدیم، پول سلفون بدیم، هیچ موردی نداره. از یاد بگیریم. But if you work on yourself، اما اگر رو خودت سرمایه گذاری کنی، you will make a fortune. fortune یه معنی میشه طالع بینی، یکی هم هست پول گنده. میگه ببین ساعت رولکس میخوای، میگه it will cost you a fortune، میگه قیمت خونه پدرت در پول خیلی هنگفتو میشه fortune. پس اگه روی کارت فوکس کنی امرار معاش، اما اگه رو خودت فوکس کنی چی میشه؟ پول هنگفت اونجاست وقتی که سرمایه گذاری رو خودت بکنی. این یه جمله و حالا اینو به یاد بگیرین، خیلی زیباست. میگه که success is not something you pursue، موفقیت چیزی نیست که دنبالش کنی. It is something you attract، با جذبش کنی. این خیلی مهمه، جذبش کنی. حالا چجوری جذبش کنم؟ Success is something you attract by becoming an attractive person، با جذاب بشی. آها، یعنی باز بوتاکسینا بزنم؟ نه بابا نمیخواد بوتاکس، نه مثلا از اینا بپوشم خوشگل، نه اینا همش 5 دقیقه است، 5 دقیقه است. چه کار کنم؟ یکی از راههای جذاب بودن که بتونی حرف بزنی. که با من موافقه؟ تمام لیدرها، کسی با من موافق هست؟ لیدرهای بزرگ، لیدر همیشه آدم‌ها هستن سخنران و دانش دارن، نه که یک سریعش بگم. حرف باید داشته باشی. انسان حیوان ناطق است. جمله از من نیست. یعنی حرف میزنی. خب چه حرفی؟ حرف‌هایی که متفاوت باشه، حرف‌هایی که جذب کنه. با گفتگو آدم‌ها رو جذب می‌کنید. یعنی 5 دقیقه، 10 دقیقه، حتی توی روابط زناشویی همه چی از بین میره مگه که بتونن با هم حرف بزنن. خدا نگهدار خسرو شکیبایی باشید. به خانمش میگفت تو خانه سبز، میگفت وقتی دعوا میکنیم باز حرف که میزنیم، میگه آره حرف میزنیم. حرف زدنه که همیشه ما رو با هم نزدیک میکنه. بنابراین اگر میخواین جذاب باشید باید دانش زیادی داشته باشید. یکی از چیزهایی که آدم‌ها رو جذب میکنه پول، زیبایی، یکیش هم چیه؟ دانش زیاده و اینکه تو کارتون اکسپرت باشید. اینو داشته باشیم. حالا ببینیم چی میخوایم وصلش کنیم به این قسمتی که امشب براتون میخوام بگم.
الان امشب حدود 2 تا چپتر کوچولو من دیدم بعضی از این چپترها خیلی مهم نیستن، بنابراین یه اشاره کوچیک میکنم فقط به خاطر اینکه ما در حقیقت چیز رو جا نندازیم. ما هفته پیش 5 رو گفتیم و که یادتون هست که دفعه پیش یه اشاره بکنیم که گفتیم تمام زندگی ما رو این ساب کانشس ناخودآگاه کار میکنه که این زیره مثل کوه یخ، در صورتی که ما این بالا فقط اشراف داریم به این و اینو دفعه پیش صحبت کردیم که این خواهد اومد روی یوتیوب. لطف کنین اگر که میوت باشین بریم قسمت بعدی. و خب چپتر 6 چی به ما میگه لطفا؟ چپتر 6 اولا که انگلیسیش هم اینجا هست، میگه که آدم‌های ورلد کلاس lead through facilitated introspection، که حالا این انگلیسیش ترجمه میکنم بعدتون میگم. ببینید عزیزان این سریع رد میشم چون یک پیام کوچیک داره. میگه شما امروز میتونین کارمند باشین، کارگر باشین بالاخره، ولی به زودی دلیازی ما اومدیم دوباره لیدر شیم. درسته؟ ما میخوایم دوباره برگردیم سر ماهیت اصلی ایرانمون. تمام ما در ایران لیدر بودیم، حالا یا لیدر 10 نفر یا 500 نفر یا 1000 نفر. باید بدونیم که نحوه کار یک لیدر اگر ورلد کلاس باشه چه جوریه. امروز ما کارمندیم ولی به حال به زودی پلن اینه که رشد کنیم، واسه همین اومدیم امریکای شمالی. من چه جوری یک لیدر ورلد کلاس باشم؟ ببینید میگه که آدم‌های ورلد کلاس و لیدرهای بزرگ خیلی اطلاعات دارن در مورد زیر دستاشون، یعنی کسایی که بساشون کار میکنن اطلاعات دقیق در موردشون دارن، میدونن که چه نقاطی رو فشار بدن اینها تشویق میشن. انسان در سیستم قبلی، الان اون ور فارسیشو نوشتم، میگه یا کار میکنی یا اخراج میشی، حرفی نیست. توی حالت میدل کلاس ها ما رئیس داریم و یه مرئوس، میگه این کارو بکن، نیومدی اخراجی، تمام شد. همین کل قضیه اینه، حرف و حدیثی نیست، سخنی نیست، شناختی نیست. ولی میگه ورلد کلاس ها شناخت دارن، ببینن ایموشنال باتنش، هر کسی یه دکمه‌ای داره که اگه اونو بزنی چی میشه، حالا یا عصبانی میتونه بشه یا میتونه خیلی ترغیب بشه به یک کاری. باید بشناسین از طریق سوال و اینکه برین تو درون آدم‌ها. The leaders will create a این خیلی قشنگه. میگه میدونن که چی تیک میکنه. هر انسانی یکی از بچه شما با یه چیز خاص تیک میکنه، یعنی چی میشه؟ موتیویت میشه، تشویق میشه، حرکت میکنه. هر انسانی یه چیزی. اوکی؟ حالا میگه که وقتی این کارو میکنن لیدرهای بزرگ، they create، خلق میکنن competitive immunity. یعنی چی؟ یه سیستم ایمنی تو کارگاه کارخونه سیستمشون درست میکنن، هم رقابته، هم که حالت ایمنی for the companies by reigniting the flame of loyalty. چی میشه؟ انسانی که میبینه تو دوستش داری، بهش اهمیت داری، همیشه به شما لویاله و هیچ وقت جای دیگه ای نمیره. حالا اینجا فارسیش فقط اشاره میکنم چون این بخشی نبود که خیلی بخوام بهش بپردازم. میگه که آدمهای ورلد کلاس وقتی میبینه که مثلا یه انسان یه موجود احساسی، ما آدم‌های لاجیک نیستیم، ما اهل منطق یه کوچولویم، بیشتر احساسی عمل می‌کنیم. بنابراین سعی می‌کنیم مثلا اگه من می‌خوام با خانم فاطمه کار کنم باید بشناسمش و این شناخت که ببینم این چه جور آدمیه مستلزم صبر و زمانه. این سرمایه‌گذاری دارم باید می‌کنم براش، ولی من اگه ورلد کلاس هم این سرمایه‌گذاری می‌کنم، صبر می‌کنم، زمان می‌ذارم پاش که بشناسمش. ولی میدل کلاس دنبال نتیجه سریعه. میگه ببین 5 جلسه اومدی بهت تشویق میدم، نیومدی تنبیه. و نمیگم نباید اینجوری باشه، صحبت اینا سیستم های قدیمیه، بنابراین عجله نمیشه کرد. و وقتی که شما با آدم هایی که باهاشون کار میکنین شناخت ازشون دارین و میشناسینشون، خیلی سودمندی و باروری مؤسسه بیشتره. و انسان ها 3 چیز میخوان. EPR یاد بگیرید. E یعنی encourage، تشویقشون کنید نه الکی. P praise یعنی چیه؟ بهشون مثلا ازشون قدردانی کنید. و recognize یعنی اگر کار خوبی کرده بگین باریکلا، آفرین، نمیخواد بهش مدال بدین، این 3 تا رو انجام بدین. EPR encourage praise and recognize. بنابراین این چی میشه؟ میگه وقتی میبینن که شما برای کیر میکنی به احساساتش، به روحیاتش، این بیشتر عمل میکنه و هیچ وقت شما اینا رو نمیبازین. هر کمپانی بیاد دنبالش بگه به برنامه میگه نمیام. و این یه چیز ساده است. این فقط یک پیامی بود از 6مین بخش که خیلی چیز مهمی نیست. بریم برای 7م و بعد در آخر یه چیز خیلی زیبا دارم براتون که واقعا مهمه. خب این جالبه و میخوام که همه دقت کنید. بخش 7 میگه که خب آدم‌های ورلد کلاس میدونن که زیاد نمیدونن. این خیلی مهمه. ما خیلی وقتا توی سیستمی که من دارم کار میکنم میگه people don't know and they don't know that they don't know. اصلا نمیدونه.
و این مصیبته و ما مردم میشینیم بهش میگیم عزیز من تو اگه پس فردا فوت کردی تمام اموال قفل میشه. میگه ای من نمیدونستم بعد چیکار کنم. حالا ببینید عزیزان من اون دفعه فارسی نوشتم این دفعه انگلیسیش راحت تر. میگه آدم ورد کلاس اینقدر اومده جلو توی لولی از آگاهی رسیده که چی میدونه که لول های بالاتر هم هست، یعنی استاک نشده، میدونه که الان من اینجام ولی بالاتره، با لول های بالاتر آگاهی هست. آدم های میدل کلاس کارمند جماعت مثلا من میگه که آقا ببین همینی که هستم خوبه، جایی هم که هستم خوبه، این برای من شادی میاره. شادی یعنی همینی که هستم، جایی که هستم. اینا حرفای خودشه. اما ورد کلاس میگه چی؟ میگه هپینس فقط چیه؟ لرنینگ، یادگیری، گروینگ، رشد و بیکامینگ و اینکه چیزی بشه. میوت بفرمایید لطفا. این زیباست، یعنی تمام حال خوب از یاد گرفتن. اینو من به عنوان معلمی که درس میدم و یاد میگیرم یک سره حالم خوبه، بچه‌ها هم که دارن ما کار میکنن یک سره حال انرژی روحیمون بالاست. هر وقت حالتون بعدش شروع کنید به یادگیری. بعد مدرسه واسهش چیز مهمی نیست، اصلا تو مدارس اینا خیلی یاد نمیگیرن، هر چی بیشتر یاد میگیره میبینه کمتر بلده. میدل کلاس ها دنبال آرامش چیه؟ آرامش منتاله، فقط آرامش. 5 بیان خونه، فیلم و یک آبجو. اصلا بد نیست عزیزان، یادتون باشه من تخطئه نمی‌کنم، دارم از روی این ترجمه میکنم، مثال میزنم. اما مهمترین جمله امشب، آدم ورد کلاس میگه آقا comfort is the death of growth. آرامش و این رفاهی که میگی یعنی مرگ رشد. death of growth، مرگ رشد. و میگه من با این جمله زندگی میکنم، یا داری رشد میکنی یا داری میمیری. اینجوری نیست که یا رشد میکنی یا رشد نمیکنی، نه داری میمیری. و استگنیشن میگه سکون در طبیعت وجود نداره، ما چیزی به نام سکون نداره، همه چی در حال حرکته، اتم فلان سنگ هم توش تمام اتماش دارن حرکت میکنن، ما نداریم استگنیشن. و مثل بچه که همش میگه چرا آسمون آبیه، چرا اینو یک سری میپرسه، همش سوال میپرسه و سعی میکنه حتی ایده های قدیمی رو هم از توش یه چیز جدید دراره. و آگاهیشون جوری هست که میتونه بهشون به موفقیت برسونهشون و به خوشحالی. حالا میگه از خودت خانم فاطمه، خانم ندا، مهیار عزیز، میگه میوت بفرمایید خواهش میکنم. مرسی. من بعد از خودتون سوال کنین امشب am I growing or am I dying؟ خانم فاطمه بگو من دارم رشد میکنم یا در حال مرگم. اگر احتمالاً میبینی داری میمیری یه کاری بکن، یه تصمیم بگیر، شروع کن به یادگیری. اوکی؟ حالا یه جمله خیلی زیبا بگم براتون. من صبح با یک عزیزی صحبت میکردم، یکی از بزرگترین دلیلی که ما در جا میزنیم این جمله است. این هست گرانترین جمله 7 کلمه‌ای در جهان، گرانترین، چون خیلی خرج برمی‌داره. اسمش هست We have always done it this way. 7 کلمه است. ما همیشه این کار را اینگونه انجام دادیم. 1 2 3 4 5 6 7. میگیم که آقا ماشین حساب اومده الان، میگه باشه ما پدرانمون همیشه با چوتکه کار کرده، هنوز تو بازار با چوتکه. آقا ولکن چوتکه رو. به من میگن آقا جمالی میخوای ایمیلاتو، میخوای استیتمنتاتو برات ایمیل کنیم؟ نه آقا کاغذی. چرا؟ چون همیشه اینجوری انجام دادیم. این مصیبته. خب به خودم میگم غلط کردی که اینجوریه، باید عوض شه. AI اومد عزیز من، موقعی که اینترنت اومد گفتیم حالا پس تا اینجا داشته باشیم. صحبت رو با این شروع کردیم که اگه میخوای موفق باشی با جذاب باشی، جذابیت با آگاهی است و آگاهی که بتوانی چیکار کنی؟ ابرازش کنی. من یه لحظه استاپ شیر میکنم که بخوام قبل از گرام مطلب بعدی، بسیار اون دوست دارم مطلبو، اگر سوالی هست گفتگویی هست تا حالا من ببینم چه خبره، کی هست کی نیست و کی خسته شد. آقای نصرت چیزی میخواین بگین به ما عزیزم؟ همینجوری اون گوشه اینو بالا و بزرگ جمع. بله قربان، بله. اصلا یه شعری هست که من خیلی الان سعی میکنم به یادش بیارم که میگه نیم بیت بعدیش اینه که میگه موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اولش یادم نمیاد. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. همه حرفا رو قبلا زدن، ما داریم امروز دوباره به چیزهایی که بلدیم ما رو یادآوری میکنیم. باعث افتخار دوستان اینقدر زیاد لطف کردن اومدن، مخصوصا گشتاسب عزیزم که بسیار آدم موفق، یه نازنین عکسش اونجا میبینم. بسیار سپاسگزارم. I'm so honored, so privileged گشتاس جون که اومدی، خیلی ممنونم.
و انشالله که باشیم و مفید باشیم، بعدم به ما یه فیدبکی بدین، خسته نباشین. خب سوالی اگه هست عزیزان خانم ماندانا، سوالی چیزی، کجا موافقین کجا مخالفین؟ یه دقیقه بگین یه چیزی به ما که ما بریم برای قسمت بعد. خب ایس اوکی. حالا احتمالاً شما نمیتونید آن میوت کنید، نمیدونم چرا. بله البته من ترجیح میدم که گوش کنم. خب صحبت زیاده در این مورد، ولی خب انقدر مطالب زیاد هست متعدد، برای همین من چیزی نمیگم، که میخوام استفاده کنم واقعیتش. مرسی. دوستان اگه چیزی میخوان با ما شیر کنن در خدمتتون هستم. دوباره تکرار میکنم اینا رو اعتقاد دارم به لرنینگ برای حال خوب. هر وقت حالم بده باید برم شروع کنم به یادگیری، اتوماتیک حالتون خوب میشه. بنابراین همیشه سپتامبر و ماه مهر بهترین ماه جهانی. آدم کتاب دفتر بگیره دوباره شروع کنه به یه کاری شروع کنه دیگه، حالا هر چی و همین. خب میریم برای قسمت بعدی که شیر کنیم. باز جناب هادیان شما چیزی میخواین بگین؟ نه فوق‌العاده خوب داره پیش میره. همونجوری که فرمودین خلاصه شاید صحبت شما تا الان این باشه که فرد موفق هیچ وقت هیچ سقفی رو نمیبینه و اصلا از سقف دیدن بعدش میاد، چون سقف یعنی که من یه نقطه‌ای هستش که اونجا آرامش پیدا میکنم و قرار تو اون ایستگاه پیاده بشم. ولی فرد موفق مثل موشکی که از مدار زمین و حاضرت از کهکشان راه شیری هم خارج بشه، فقط حرکت بکنه. این هم برمیگرده برای بعضی از افراد به دوران کودکیشون که آنلیمیتد بودن، بعضی از افراد متاسفانه اونجا بلاک شده برنامه ذهنیشون و همونجوری که شما فرمودید ما باید ریوایرینگ انجام بدیم. در خدمتتون هستم. متشکرم. یادتون باشه ما اون دفعه جمله زیبا از آینشتاین یا از اینشتین گفتیم، خیلی مهمه خانم لینا. میگه مشکل تو این سطح ایجاد میشه، توی همون سطح مشکل حل نمیشه. میگه مشکل در سطحی که اتفاق میفته توی لایه بعدی توی سطح دیگه‌ای اون حل میشه. بنابراین خیلی مسئله است که ما باید بریم توی سطح بعدی، تو اون سطح نمیتونیم و فقط با آگاهیه. و یه نکته جالب باز قبل از اینکه تا حالا با ما میگفتن knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. خب ما هم یاد گرفتیم. بعد الان میگن نه بابا knowledge is not power. گفتم applied knowledge is power، یعنی علم کاربردی. این همه فیزیک شیمی خوندیم NH4Cl به اضافه فلان، من اصلا نفهمیدم چی. یه بار تو آزمون اصلا ندیدم اسید هیچ وقت. خب این به چه درد میخوره؟ من شیمی خوندم، شیمی عالی خوندم، اصلا عالی نبود، خیلی مزخرف بود. پس هیچی، یعنی من یاد نگرفتم، اپلاید نبوده. کجا شیمی فیزیک به درد من خورد تو دبیرستان؟ و حالا چی میگن؟ میگن اگر اون تازه اپلاید نالج باید منجر بشه به آگاهی، به awareness. اگه awareness و امروز در بالاترین لول شما هرچی از صبح باز میکنین تا شب میبینین روی اینستاگرام همینجوری داره میاد دیگه، نمیتونی بگی نمیدونستم، خبر نداشتم. الان همه چی خبر داریم. خب بنابراین خیلی مهمه. سپاسگزار از همه عزیزان که هستن دیگه، اسم نمیبرم و میرم یه قسمتی رو به آقای روانی هم از اصفهان وصل شدن صبح ساعت بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم، خوش اومدین، ممنونم. من این قسمت رو با شما عزیزان حضورتون عرض کنم که شیر میکنم و حضورتون عرض کنم که میگن حالت چرا خوبه؟ یه زمانی دیدم انتخابه، یعنی حالم باید خوب باشه، اصلا چویسی ندارین. شما مهاجرین که اومدین اینجا همیشه بهتون میگم چویس نداری نصرت جان، ها یا حالت خوبه یا حالت خوبه، همین باید انتخاب کنین. میخوام حالم خوب باشه، حتی اگه زندان انفرادی اومدین همتون انتخاب کنین، بشینین بگین من میخوام حالم خوب باشه هر جور شده. و این اتفاق سال‌هاست افتاده. بنابراین هیچ ربطی به مسائل دیگه نداره، به کار و همه چی. میتونید در آنی که یه ماه اومدین واسه اقتصاد و وضعیت اقامتتون بده، میتونین حالتون خوب باشه. چگونه؟ با همجوار بودن و اسوسییشن با آدمایی که حالشون خوبه. خیلی ساده است. خب شما انتخاب دارین که بدونید یا ندونید. میایم بالا. خب اگر که ایگنورنس، اگر بیسوادی و بی اطلاعی رو انتخاب کنین چی میشه؟ باعث چی میشه؟ خب اولین مشکلی داریم، ناآگاهی و بیسوادی و بی اطلاعی نگرانی میاره. شما از راه که میای نصرت جون، مثلا شما رو میبینم خانم ماندانا، وقتی میایم از راه چون هیچی نمیدونیم تو کانادا همش نگران هستیم یا نه آقای نصرت؟ yes or no؟ نگرانیم همش. بعد شک داریم، خدایا برم یه دلم میگه نرم، چیکار بمونم، همش شکه. چرا؟ چون نمیدونیم. بعد چی میشه؟ کی میدونه؟ این همه نگرانی و شک
باعث چی میشه؟ باعث ترس فیر میاره، بعد کم کم تبدیل میشه به فیر. خب ترس هم یه چیزی که اصلا از چیزی وجود نداره، ایمیجینیشن، اصلا این ترسایی که ما داریم اکثرش هیچ اتفاق نمیفته، فقط یه نگرانی، یه تصور. خب اگه ترس حجمش خیلی زیاد بشه تبدیل به چی میشه ایزا؟ میشه انگزایتی، میشه نگرانی های وحشتناک. خوبه بدونید که چجوری بعد میگن آها پس الان این ترسا الان تو این قسمت هم جلوشو بگیرم. شما برای ما همش یکیه. آره خب این کی میخواد؟ دیپرشن چیه؟ نمیدونم، میگن یه چیز خوبیه، لوکس، خانم‌های پولدار خیلی میگن من دیپرشن دارم، خیلی شیکه براش، مده. بنابراین خب انگزایتی چی؟ اون نگرانی هایی که مخ تو از بین میبره. بعد انگزایتی رو هم جمع میشه عزیزان. خب حالا نوگه وقتی که آدم حالش بده دیگه پوز نمیده دیگه. آقای هادیان وقتی حالت بده میگی به همه حالم بده؟ نه دیگه نمیگی، قایمش میکنی. لغت ساپرس یعنی چی؟ یعنی که خفش میکنی، یعنی نشونش نمیدی، دروغ میگی، هی خفه، هی سرپوش میذاری انگزایتی رو. وقتی انگزایتی بیش از حد فشرده بشه چی میشه ایزان؟ میشه دیپرشن. میشه دیپرشن که هممون الان داریم. دیپرشن همش میخوام بخوابیم، هممون داریم اینجا خیلی‌ها تو این شهر. چرا؟ یکی یکی از اونجا همش میرسه به اون ناآگاهی. دیپرشن شد که دیگه اصلا بابه، الان دیگه همه دارن. خب هوا اینجام که هست. دیپرشن چی میشه؟ بعد از دیپرشن چی میاد؟ دیزیز، بیماری میاد. ایز یا ایزی ایز یعنی آرامش، دیزیز منفی میکنه یعنی عدم آرامش که میشه بیماری جسمی روحی. هر بیماری در بدن یه حرف با ما داره. گردن درد یه معنی داره، بیماری گوارش یکیه، بیماری سردرد، هر کدوم میگرن یه معنی داره، باید داره حرف میزنه. دیزیز شد، بیمار شدم. بعد چی میشه؟ بیماری باعث میشه که دیسینتگریشن، تجزیه میشی، هر تیکت میره یه با، اصلا نمیتونی خودتو جمع کنی. ما متفرقی، هیچی از توی تو در نمیاد. همه اینا از چی اومد؟ از ناآگاهی، از بیسوادی، نه که سواد خوندن نوشتن. تا اینجا داریمش جانم؟ خانم ماندانا میخواین چیزی بگیم؟ نه خواهش می‌کنم. این شد قسمت دست چپ. خب انتخاب دارم. بله شما عزیزانی که الان اومدین اینجا، دوستانی که اینجا هستین، خب این خودش یعنی میگه آقا من نمیدونم، من که همه چی رو نمیدونم، برم ببینم چی میگن. برای همینم داریم زیاد میشیم. منم به آقای هادیان گفتم همینجوری که میریم جلو، الان از اصفهان هم داریم، از تورنتو، از امریکا هم داریم. This is amazing. همیشه یه حرکت کوچیک میگه you put your soul and your heart، قلب و روح تو بذار و expectation نداشته باش، همیشه اتفاق میفته. اینجوریه که ما نمیدونیم میخوایم کجا بریم. من میدونم، من میخوام بهتون بگم انقدر اذیت نشین، میگذره این دوره. چه کارش کنین؟ بیاین دوره هم جمع شیم، با هم حرف بزنیم، تراپی میشه. این کاریه که من تو کلاسای زبان میکنم، هفته 3 بار میشینیم همه حالمون بعد میایم یا کلاسای دیگه که دارم. اوکی، تبلیغ نمیکنم، دارم بهتون میگم که this is what we do. در اثر مجاورت رو زوم حالمون خوب میشه. چرا؟ چون میبینیم که مشکلات همگانی است. بریم ببینیم که اگر ما بدانیم چی میشه. لطفاً قسمت دوم قضیه به قول اسپانیایی خوشمزه. خب میایم و برسیم to freedom، ببینیم که کلید آزادی چیه. خب نالجه. از چه طریق؟ باید بفهمیم، باید understanding داشته باشید که این understanding از طریق مطالعه. الان کتاب نمیخونیم، خیلی فرق میکنه کتاب خوندن با ویدیو نگاه کردن. چرا؟ وقتی یوتیوب داری نگاه میکنی در این حال تلفن هم جواب میدی، آره درسته، هی نگاه میکنی، چایی هم میزنی، سبزی خورد میکنی. دیدی وقتی یوتیوب همه کار میکنی، برو به قول مشهدیه، برو یره، حواس نمیذاری که 5% میشه. ولی وقتی کتاب میخونی یه پشه پر بزنه حواست پرت میشه. درست یا نه؟ قبول دارین دوستان اینجوری؟ خب پس کتاب خوندن خیلی وقت داره از بین میره متاسفانه، چون نمیخوان ما کتاب بخونیم، هممون داره همینو به خوردمون میده. خب من باید مطالعه کنم. حالا چی میشه وقتی یاد میگیری؟ خب اونجا ترس ایجاد میشه، اینجا فیث، اینجا ایمانه. هم ترس چیزی تصوریه، هم ایمان. هیچ کدومش وجود نداره که. ایمان میاد پیش به چیزی که ندیدی. همونجوری که اونجا از ندیده میترسی، نکنه. خب نکنه که نشده. اینجا ایمانه. ایمان به چیزی است که من ندیدم. اما اگر دیدی و ایمان آوردی که دیگه خب اون مامان بزرگ منم ایمان داره. پس فیث ایجاد میکنه، ایمان ایجاد میکنه. خب بعد میرم کجا؟ بعد چی میشه؟ میام
well being اونجا بود بیماری بود. well being اینجا چی؟ اینجا روح، جسم، ایمان. همیشه آدمایی که اعتقاد داره چون میدونه که مثلا نمیمونه، میدونه که یه اتفاق خوب براش میفته، ایمان باعث میشه حالت خوب، آرامش روح و جسم داری. و اون well being رو اونور چی بود؟ اونور انگزایتی داشتی، ساپرسش میکرد، میگفتی خفه، نگهش میداشتی که نفهمن کسی زشته که بعد بیمار. اینجا اکسپرسش میکنی. مثلا میگیم انگلیسی چجوریه؟ میگی خیلی بده. I cannot express myself. نمیتونم حسامو بیان کنم. آقای جمالی دارم میمیرم. نه دعوا میتونم بکنم، نمیتونم فوش بدم، نمیتونم از خودم دفاع کنم، نمیتونم اصول اون چیزی که بلدمو بگم. I cannot express myself. حسامو نمیتونم بگم. خب اینجا شما میگین چطوری توپ؟ آقای هادیان چطوری؟ عالی، از این بهتر نمیشه. اکسپرس میکنی، حالتو بیان میکنی و این باعث چی میشه؟ این expression acceleration، یعنی چی؟ همه چی تون میشه. accelerate یعنی تون، سرعت میره بالا. یعنی اونجا هیچ چوب میذاری لای چرخ، اینجا تون، سرعتش 2 برابر میشه، 4 برابر میشه. و acceleration چی میشه؟ باعث میشه at ease. اونجا disease بود، بیمار بودی، اینجا at ease، آرامش روح و جسم برات میاره. he is at ease. باید سعی کنید که ایشون آرامش داشته باشه. you should try to put him at ease. و میایم پایین. نتیجه این چیه؟ این که creation، بزرگترین چیزی که خداوند در ما گذاشته، کتابی بود به نام کودک درون که ما بازیابی خلاقیت یا کودک درون، من در 30 سال پیش 3 بار کار کردم. اونجا این مسئله creation مهمه. اگر ما کار خلاق نکنیم حالمون بده. یعنی یا داریم وقتی که کار خلاقه نمی کنید، پیانو زدن کار خلاقه نیست، کتاب خوندن کار خلاقه نیست. خداوند خالق خودش و خلاق، تمام ما خلاقیتون گذاشته. کار خلاقه رو من انجام دادم، میبینم چجوری، اصلا سیر نمیشی. وقتی کار خلاقه نمی کنی 1001 کار میکنی، مشروب میخوری، کارهای عجیب غریب میکنی، بیش از حد حتی ممکنه ورزش کنی، یعنی یه کار جبرانی. ولی خلاقیت همیشه بالانست میکنه. و در نتیجه امروز روزی است عزیزان که فقط و مردم دنبال خلاقیتن. چرا؟ چون همونجا گفتم تو خود این کتاب میگه امروز دوره نیست که صبح تا شب بری جون بکنی بیای پیاز و سیب زمینی و گوشت بخری، آب گوشت بخوری. روزی است که باید ایده داشته باشی. ایده چه ایده‌ای؟ که چجوری این پیتزا رو فلان کنیم، چجوری این غذا رو توی ظرفای مسی بذاریم شلوغ شه. دیدین دیگه الان هر روز میبینین تمام تهران و اصفهان و اینجا، تو اینجا میاد یه کافی شاپ. آخه دیگه بعد از استارباکس، بعد از بلندز کافی، آخه کی کافی شاپ میونی گرفت؟ چرا؟ یه ایده اومده، یه ایده جالب، یه کار. همه تون هم دارید، تمام شما عزیزان ایده دارید، چون همه آدمای میدونید همه تون درجه 1 بودین که اومدین اینور. چرا؟ از کجا میفهمید درجه 1؟ برای فهمیدین که اونجا سخته. و با اینکه راحت بودیم همه برای خودمون اهن و طلب داشتیم، ولی میدونستیم که یه چیزی میگه پاشو برو. پس خواهش میکنم تو رو خدا خودتون رو سرزنش نکنین. اگه شک کنین به خودتون چرا اومدیم، همسرتون، بچه‌تون، جامعهتون بهتون توف میکنه. یعنی یه لحظه شک کنی رفتی. چرا اومدم؟ تو یک شعوری داشتی، خداوند هست به تو یک شعوری داد، پاشو بیا، چون اونجا جای زندگی نبود. من راجع به کشورم هیچ مشکلی ندارم، دوست دارم، ولی من هم نمیتونستم، من آزاد نبودم. بنابراین امروز روزی است که ایده است. و این ایده چه ایده‌ای باید باشه خانم فاطمه یا جناب هوشنگ عزیزم یا خانم لینا؟ ایده باید ایده‌ای باشه که مشکلات مردم رو حل کنه. اگر ایده‌ای باشه که مشکلات مردم حل بشه، پول میریزه براتون. مطمئن باشید روی ایده خوب و خدمت به مردم وایسین و وایسین روش 100% it works like a charm. یعنی این توپ کار میکنه، guarantee. من سپاسگزارم، ببخشید من اکسایتد میشم اینقدر، چون واقعا با سلولای تنم من 3 تا مهاجرت کردم، 20 سال 18 هزار تا عزیز رو در خدمتشون بودم به عنوان ظاهرا شاگرد، که من شاگرد اونها بودم، یاد گرفتم ازشون چگونه مقاومت داشته باشم. و من تبریک میگم به این نسل که یه سال اخیر اومده با این دلار 40,000 تومان، با این عدم داشتن وضعیت استاتیس. من نمیدونم شما کی هستین و چقدر پوست کلفتین و همینجا واقعا دست همتون رو میبوسم که چقدر شما آدمای عجیب غریبی هستین. این زندان‌های آلمان نازی اون دوره بوده، هیچ کس نمیدونست، ولی امروز همه میدونیم چه وضعیتی داره، از وضع هم خبر داریم. نمیدونم چه جوری دارین تحمل میکنین، ولی دارین صبر میکنین، چون عشقه، چون تحمل میشه حمالی، صبر از عشق میاد
و خواهش میکنم بدونید که خودتون نیومدید، آورده شدید و اینجا جای بسیار فوق‌العاده‌ایه ولی شما کاتالوگ ندارید. امیدواریم این کلاس تبدیل بشه به کاتالوگی برای اینکه یه ذره حالم تو مهاجرت خوب باشه. دستتون رو میبوسم، یه دست خوشگل همینجوری برای خودتون بزنید. اونایی که دوربینشون بازه، من با جونم حرف میزنم، ظاهرش کتاب مثلا یه چیزی اون وسط باشه که در موردش حرف بزنید. ممکنه هلیت المتقین باشه، ممکنه میگم کتاب چی باشه، ولی بعدش خودم هستم. این هست، دیدین میگن انجیل به روایت متی یا مثلا از به قرآن به روایت قمشه‌ای، اینم کتاب منتال تافنس به روایت جمال جمالی که اینجا خیلی سختی کشیده و داره میکشه ولی گیواب نمیکنه. خواهش میکنم هر کدوم نظری صحبتی دارین منت بذارین به ما، در حد 30 ثانیه 1 دقیقه به ما بگین. جانم خانم فاطمه. خواستم بگم مرسی آقای جمالی، شما حاصل 40 سال تمام کتاب‌هایی هستید که خوندید و الان دارید ما رو مهمان اون دانش خودتون میکنید. واقعا سپاسگزاریم از کار بزرگی که شما دارین انجام میدید. با هیچ زبانی نمیتونه تشکر بکنه از شما و از تلاشی که شما میکنید برای خدمت به جامعه. واقعا سپاسگزارم. دستتون میبوسم. اینجور مواقع وقتی انگلیسی باشه میگین I am flattered, I feel flattered، یعنی چوبکاری میفرمایین. اینجوری هم نیست. I feel flattered. یاد بگیرن دوستانی که انگلیسیشون خوب نیست. البته همتون عالین. کسی میخواد چیزی بگه لطفاً؟ خانم ماندانا جانم. از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. تجربه که به قول معروف اثر گفتمانی که از سر تجربه باشه خب بیشتر محسوس هستش دیگه، بیشتر درک میشه، فهمش خب بیشتر هستش، چون که اون حسه حالا جدا از تجربه که شما داری منتقل میشه، فرکانسیه که اون فرکانس تعریف خاص خودش رو داره. من الان نمیتونم بیانش کنم ولی مثل یه فکر خوب، مثل یه نیت خوب میمونه، میشینه به دل، میشینه به جان، میشینه جان کسی رو کاملا میتونه خیلی قشنگ بشونه تو ذهن و تو تصویر. از این جهت هم گیرایی خوبی داره و هم فهمش بالا هستش، یعنی اون درکش خیلی راحت تر هستش و به دل میشینه دیگه. مرسی. متشکرم. من ریزالت رو میبینم. ما با 3 نفر شروع کردیم ولی امشب به هر حال با اینکه ما تبلیغی نداریم 24 نفریم. این خودش نشون میده که we are doing great و خوشحالم و مرسی عزیزم از مهیار نازنین. مرسی، خواهش میکنم، سپاسگزارم. تایید صحبت‌های دوستان که گفتن، صحبت‌هایی که بی‌ریا و خالص و خیلی چی میگن ساده باشه قشنگ آدم درکش میکنه. خیلی ممنون که تجربیاتتون رو به اشتراک میذارید. همیشه آدمایی که یه جورای کانون و محور میشن و باعث اون خیر افزوده، باعث اون شادی، باعث اون نمیدونم حال خوب شدن بقیه آدما میشن، همیشه آدمای قابل احترامی بودن، مستقل از اینکه شغلشون چیه، جایگاهشون چیه. دستتون در نکنه. خیلی خواهش میکنم. من باید ها لطف میکنین دوباره I feel flattered چوب کاری میکنین، مرسی، ولی بدونید که حال میگه وقتی یک عمل قشنگ مثلا دارین مثلا تو خیابون یه نفر کمک میکنه به یه نفر، اونی که داره کمک میکنه حالش خوب میشه، اونی که داره کمک میگیره اونم حالش خوب میشه. حتی نگاه کردن به این صحنه حالتو خوب میکنه. ببین چقدر زیباست. امیدوارم که بسیار هفته خوبی داشته باشین. یه دست خوشگل برای خودتون بزنین و تا هفته بعد. علی جان سپاسگزارم. تشکر جناب استاد علی جان عزیز و سایر دوستان. شب خوش. مرسی آقای جمالی. اول شما بعد بقیه بچه‌ها. دستتون در خوشحال شدیم دیدیم.